اگه اهل رویا و آرزویی، پس اینو باید بشنوی. رویاها و آرزوها جرقه‌های کوچیکی هستن که زندگی رو روشن میکنن. اونا به ما انگیزه میدن که هر روز صبح از خواب بیدار شیم و به دنبال چیزی بزرگتر از خودمون بریم. عمرمون کوتاه‌تر از اونیه که بخوایم بدون شور و شوق زندگی کنیم. هر لحظه‌ای که میگذره فرصتیه که دیگه بر نمیگرده. پس چرا نباید از هر لحظه‌اش لذت ببریم؟ بعضی وقتا انقدر غرق بد و بدوهای زندگی میشیم که یادمون میره واقعاً زندگی کنیم. تو این شلوغی‌ها گاهی لازمه یه توقف کنیم و به اطرافمون نگاه کنیم که یادمون میره واقعاً زندگی کنیم. لحظه‌های آروم و ساکت همون جاهایی هستن که میتونیم خودمون رو پیدا کنیم و به عمق وجودمون پی ببریم. تو کارهای تکراری گیر میکنیم، دنبال هدفهامون میدویم و قشنگ یه چیزای کوچیک از دستمون در میره. اما همین چیزای کوچیک هستن که زندگی رو زیبا میکنن. یادت اون موقعی که گرمای آفتاب رو روی صورتت حس کردی؟ یا وقتی که بوی گلهای بهاری رو استشمام کردی؟ این لحظه ها همون چیزایی هستن که زندگی رو ارزشمند میکنن. یا اون خوشی یه خنده‌ای از ته دل با دوستات رو. زندگی یعنی همین لحظه هایی که با عزیزانمون میگذرونیم و خاطراتی که میسازیم. راحت میشه تو شلوغ پلوغی ها گم شد، اما تو لحظه های آروم و ساکته که خود واقعیمون رو پیدا میکنیم. این لحظه ها فرصتی هستن برای بازنگری و بازسازی، اما تو لحظه های آروم و ساکته که خود واقعیمون رو پیدا میکنیم. این لحظه ها فرصتی هستن برای بازنگری و بازسازی. وقتی که به خودمون فرصت میدیم تا نفس بکشیم و به عمق وجودمون پی ببریم. یه قدم بیا عقب، نفس بکش. از مسیر لذت ببر، نه فقط از رسیدن به مقصد. هر قدمی که بر میداریم بخشی از سفرمونه. از مسیر لذت ببر، نه فقط از رسیدن به مقصد. هر قدمی که بر میداریم بخشی از سفرمونه. و این سفر پر از لحظه‌های زیبا و ارزشمنده. شکست خوردن، این که آخرش نیست. اینا پله‌هایی هستن برای بالا رفتن. هر بار که زمین میخوری، یک قدم به هدف اصلیت نزدیکتر میشی. اینا پله‌هایی هستن برای بالا رفتن. هر بار که زمین میخوری، یک قدم به هدف اصلیت نزدیکتر میشی. شکست‌ها درس‌هایی هستن که ما رو قوی‌تر و با تجربه‌تر میکنن. هر بار که زمین میخوری، یک قدم به هدف اصلیت نزدیکتر میشی. قبولشون کن، ازشون درس بگیر. این شکست‌ها همون چیزایی هستن که ما رو به موفقیت میرسونن. قبولشون کن، ازشون درس بگیر. تو قوی‌تر از اون چیزی هستی که فکرشو میکنی. هر چالشی که پشت سر میذاری، تو رو به یه نسخه بهتر از خودت تبدیل میکنه. تو قوی‌تر از اون چیزی هستی که فکرش میکنی. با استعدادتر از اون چیزی هستی که باورت میشه. هر روز یه فرصت جدیده برای نشون دادن توانایی‌هات. با استعدادتر از اون چیزی هستی که باورت میشه. آرزوها دست یافتنی‌اند. فقط باید تو این راه با خودت مهربون باشی. به خودت ایمان داشته باش و به جلو حرکت کن. آرزوهات دست یافتنی‌اند. فقط باید تو این راه با خودت مهربون باشی. خب، اینم یه یادآوری برای تو. امروز یه کوچولو وقت بذار و برای خودت جشن بگیر. خب، اینم یه یادآوری برای تو. امروز یه کوچولو وقت بذار و برای خودت جشن بگیر. به راهی که تا اینجا اومدی افتخار کن و برای آینده‌ای که در پیش داری ذوق داشته باش. امروز یه کوچولو وقت بذار و برای خودت جشن بگیر. به راهی که تا اینجا اومدی افتخار کن و برای آینده‌ای که در پیش داری ذوق داشته باش. زندگی یعنی همین لحظه ها. به راهی که تا اینجا اومدی افتخار کن و برای آینده‌ای که در پیش داری ذوق داشته باش. زندگی یعنی همین لحظه ها. کاری کن هر کدومش با ارزش باشه. زندگی یعنی همین لحظه ها. کاری کن هر کدومش با ارزش باشه. از پسش برمیای.